عزیزان به ویدیوی دوم کانال آموزشی آلفا خیلی خوش اومدید. طبق نظرسنجی که داخل کانال گذاشتیم دوستان ابراز کردن که بریم سراغ کوین مارکت کپ و امشب کوین مارکت کپ رو ببریم زیر ذره بین و بخش‌های مختلفش رو با هم دیگه مرور بکنیم. بدون معطلی میریم سراغ این هدلاین بالای کوین مارکت کپ در صفحه اصلی. اینجا تعداد کل کریپتوها رو به ما نشون میده. تعداد 2,400,000 رمز ارز از زمانی که دنیای رمز ارزها به وجود اومده ساخته شده و ثبت شده. 765 صرافی داخل کوین مارکت کپ به اصطلاح ثبت شده و کل مارکت کپ به اصطلاح رمز ارزها به صورت دست جمعی 3,660,000,000,000 دلار هست. یعنی اگه شما این مقدار پول داشته باشید میتونید کل رمزارزهای دنیا رو یک جا بخرید. ولوم 24 ساعته ای که اینجا نوشته شده به معنی حجم معاملاتی که داخل کل کریپتو انجام شده چیزی نزدیک به 127 میلیارد دلار هست که 10% نسبت به 24 ساعته گذشته دچار افت شده. اینجا هم که دامیننس بیت و دامیننس اتریوم رو نشون میده. بحث دامیننس یک بحث کاملا تخصصی است که نیازمند یک ویدیوی جداگانه است. شما اگه دوست دارید که من ویدیوی دامیننس رو بسازم حتما داخل کامنت ها به من بگید که من دامیننس رو بیشتر معرفی کنم و بیشتر روی دامیننس توضیح بدم، چون که دامیننس بالا و پایین شدن دامیننس مخصوصا دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین میتونه روی بازار خیلی تاثیرات زیادی بذاره. شاخص ترس و طمع رو هم در آخر میبینیم که روی عدد 77 هست. معمولا شاخص ترس و طمع اگه بالای 70 باشه به نفع بازار هست و نشان دهنده اینه که طمع در بازار بر ترس غلبه کرده و میتونه بازار رو به سمت بالا به اصطلاح هول بده. این صفحه لاین به اصطلاح لاین بالایی کوین مارکت کپ هست که شامل این چند موارد بود. من سراغ این هدلاین های بالا میرم در آخر و مختصر توضیح میدم، اما قسمت مهمی که برای ما خیلی حائز اهمیت هست به اصطلاح قسمت سرچ هست. شما میتونید داخل قسمت سرچ یه قسمت ترندینگ رو ببینید. قسمت ترندینگ قسمتی هست که به اصطلاح رمز ارزهایی که در حال حاضر خیلی ترند هستند رو ببینید و بفهمید که این رمز ارزها در حال حاضر ترند شدن و شما میتونید روی این رمز ارزها بررسی انجام بدید و اگه دیدید که این رمز ارزها پتانسیل رشد دارن میتونید یک مقدار با مطالعه بیشتر وارد معامله بشید. رمزارزهای ترند معمولا رمزارزهایی هستند که به اصطلاح الان داغ هستند داخل بازار و روی اونها مانور هست و به مورد توجه کاربرا و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. الان در حال حاضر بیت کوین ترند هست که این میتونه یه نشان دهنده خوبی برای آینده خوبی برای رمز ارز باشه، چون الان نزدیک یک هفته است که بیت کوین داخل کوین مارکت کپ ترند هست. قسمت سرچ خیلی مهمه. شما هر رمز ارزی رو که شما دوست داشته باشید میتونید داخل قسمت سرچ پیدا بکنید و اون رمز ارز رو مورد بررسی قرار بدید. به عنوان مثال من میجور رو سرچ میکنم و همونطوری که میبینید میجور رو برای من میاره. حالا من دوباره به اینجا برمیگردم. یه قسمت داخل عرض کنم صفحه اصلی مونده که من باید اینجا این بخش رو هم توضیح بدم. بخشی که خیلی مهم است بخش کاتگوری است، بخش دسته‌بندی است. شما اگه وارد بخش دسته‌بندی بشید میتونید کوین ها رو بر اساس دسته‌بندی خودشون مرتب سازی کنید. به عنوان مثال اگه من وارد بخش میم بشم میتونم کلیه میم هایی که در حال حاضر داخل کوین مارکت کپ ثبت هستند رو جدا کنم و ببینم که در حال حاضر ترتیب این میم ها به چه صورت هست.
همونطوری که میبینید دوج کوین به عنوان بزرگترین میم کوین و معروفترین میم کوین بازار در صدر هست و بعد از اون شیبا و پپه و فیف و بونک قرار دارن و به ترتیب فلوکی و سایر میم کوین ها. این سیزن از آلت سیزن به نظر میاد که سیزن میم کوین ها هست و میم کوین ها رشد خیلی خوبی در انتظارشون هست و اگر واقعا آلت سیزنی قرار باشه رخ بده، میم کوین ها میتونن رشد خیلی خوبی رو به اصطلاح به خودشون ببینن. بخش sol.al دیفای گیمینگ و سایر بخش ها هم اینجا قرار دارن. شما میتونید به اصطلاح اینها رو هر جوری که خودتون دلتون میخواد دسته‌بندی کنید. اینا زیر مجموعه های شبکه سول هستن. من میتونم بیام روی قسمت AL و توکن هایی که مربوط هستن به هوش مصنوعی، چون به اصطلاح اینجور توکن ها هم میتونن رشد خوبی داشته باشن، رو پیدا بکنم. به عنوان مثال فالکوین، رندر و نیر پروتکل مرتبط هستن به عرض کنم به خدمتون به هوش مصنوعی و این توکن ها هم میتونن رشد خوبی رو بکنن. در کل میم ها و توکن های مربوط به شبکه هوش مصنوعی محبوب من هستن و من بیشتر پولم رو روی این دو دسته و روی شبکه سول قرار میدم و حس میکنم که این توکن ها میتونن آینده بهتری نسبت به سایر توکن ها داشته باشن. شما هم با تحقیقی خودتون انجام میدید، با پرسجویی که خودتون به اصطلاح انجام میدید تصمیم گیری کنید و کاتگوری که بهش علاقه دارید و فکر میکنید که میتونه در آینده رشد خوب بهتری داشته باشه رو انتخاب کنید و پیشنهاد میکنم که از این شاخه به اون شاخه نپرید و یک به اصطلاح شاخه ای رو برای خودتون انتخاب کنید و معاملاتتون رو بیشتر روی اون شاخه متمرکز کنید. من به صفحه اصلی کوین مارکت کپ برمیگردم. هنوز اون قسمت های مهمی که واقعا کاربردی هست رو توضیح ندادم. باید برم سراغ میجر که شما این توکن رو میشناسید و بیشترش عزیزان هولدرش هستید، که بریم سراغ این توکن و از داخل کوین مارکت کپ اطلاعاتش رو بیرون بیاریم. این یک نمونه از شما میتونید هر توکنی که خودتون دلتون میخواد رو بیاید بررسی کنید. من به عنوان مثال این توکن رو مورد بررسی قرار میدم. در حال حاضر مارکت کپ میجر 70 میلیون دلار هست که نزدیک 3% در 24 ساعت گذشته رشد کرده. ولوم 24 ساعتش 78 میلیون به اصطلاح دلار هست که نزدیک 8% نسبت به 24 ساعت گذشته این حجم معاملات کمتر شده. FTVش به اصطلاح فولی مارکت کپش 84. این فولی مارکت کپ مال زمانی هست که کل توکن های میجر آزادسازی بشه و اگر فرض کنیم کل توکن های میجر در حال حاضر آزادسازی بشه، کل مارکت کپش میشه چیزی نزدیک 84 میلیون دلار و ولوم به مارکت کپ که یه بخش خیلی مهمی هست، این ولوم به مارکت کپ نسبت ولوم به مارکت کپ رو نشون میده که در حال حاضر برای میجر نزدیک 110 میلیون 110% رو نشون میده، شاخص 110% رو نشون میده و قسمت توتال ساپلای و مکس ساپلای و سرکیوتینگ ساپلای. توتال ساپلای، اجازه بدید اول از مکس ساپلای من شروع بکنم. مکس ساپلای به معنای تولید هست، چیزی که تهیه میکنه، اون که اون صاحب پروژه اذعان کرده که من در نهایت نزدیک 100 میلیون میجر من به اصطلاح تولید میکنم و بیشتر از این تولیدی نخواهیم داشت. از این 100 میلیون به اصطلاح میجر من 100 میلیونش رو در حال حاضر ساختم و این تعداد توکن ساخته شده.
چون ممکنه توی داخل بعضی از اطلاعات بعضی از کوین ها شما ببینید که مثلا مکس ساپلای 200 میلیون هست، ولی از این 200 میلیون مثلا 100 میلیونش ساخته شده. برای میجر 100 میلیون گفتن کلهم ما میسازیم و همین 100 میلیون رو هم ساختیم، اما آزادسازیش که میشه سرکیتیون ساپلای، یعنی در گردش ساپلای در گردشش چیزی نزدیک 83 میلیون توکن هست. اینکه مکس ساپلای و توتال ساپلای یک عدد واحد باشن میتونه جذاب باشه، چون شما از بابت تورم، اینکه در آینده تورمی روی این توکن میاد، به اصطلاح خیالتون راحت میشه. و اگه کل سرکیتین ساپلای هم آزاد شده باشه، یعنی کل توکن هایی که ساخته شده در اینجا باشن، یعنی این 99.99 به جای این 83.34 باشه، دیگه هیچ تورمی به اصطلاح روی این کوین اعمال نمیشه. یعنی کل این ستا یک چیز هست و در آینده شما نگرانی از بابت اینکه تورم داخل این کوین اعمال بشه نخواهید داشت. اما اینکه چجوری بفهمیم که این مقدار کوینی که مونده، الان نزدیک 17% کوین مونده که آزادسازی بشه، چجوری آزادسازی میشه؟ این هم لازم است که یک سایت دیگه ای رو ما بررسی بکنیم و بریم اونجا قسمت آزادسازی توکن ها رو ببینیم. سایتی که باید ببینیم سایت کریپتو رنک هست. حالا من اینجا سرچ کنم کریپتو رنک، این لینک رو منم داخل کانال یوتیوب قرار میدم و هم داخل کانال تلگرام. ما میایم داخل کریپتو رنک و میایم این قسمت و سرچ میکنیم میجر تا توکن میجر رو برای ما پیدا بکنه. حالا اگه اینترنت یه همکاری بکنه تا اینو بس کنه، من برمیگردم سراغ کریپتو کوین مارکت کپ و سایر بخش ها رو توضیح میدم. قسمت وبسایت و سوشال میدیا خیلی مهمه، چون اگه ارزی دیدید که نه وبسایت داره، نه وایت پیپر داره و نه سوشال میدیا خاصی داره، این ارز میتونه اسکم باشه. یه چیزی هم فراموش کردم از اول بگم، اگر شما کانترکتی به شما دادن یا اسم ارزی به شما دادن یا هر موردی که شما قصد خریدش رو دارید رو دادن، شما میتونید بیاید اینجا سرچ کنید. اگر تیک سرکیتین ساپلای رو داشت، با خیال راحت تری میتونید توکن رو بخرید. اگر داخل کوین مارکت کپ لیست شده بود و اینجا علامت تعجب قرار داده شده بود، کوین مارکت کپ اون به اصطلاح توکن رو تایید نکرده و این یک زنگ خطری برای شما هست که شما میتونید سرمایه خودتون رو از دست بدید. بنابراین وجود کوین ها داخل کوین مارکت کپ به منزله اینکه این کوین کاملا معتبر و سیف و امن هست نیست. حتی با وجود اینکه تیک کوین مارکت کپ رو هم داشته باشه، بعضا من دیدم بعضی از توکن ها به اصطلاح خرد شیشه دارن و میان و توکن دیگه ای آزاد میکنن و کاربرها به اصطلاح ضرر کردن و ضرر خورده شدن. حالا این که کریپتو رنک باز شد، بذار ببینیم میجر رو آورده. وارد صفحه میجر میشیم. اینجا وارد بخش وستینگ میشیم. اگه بخش وستینگ داخل اون توکنی که شما سرچ میکنید موجود نبود، یعنی اینکه اون پروژه هیچ اطلاعاتی از اینکه چه زمانی کوین رو آزاد میکنه نداده و هر لحظه میتونه کوین های خودش رو آزاد کنه، یعنی هیچ قراردادی با کامیونیتی خودش نبسته. بنابراین توکن حتما اگر توکنی آزاد نشده داره، اگر بخشی از توکنش آزاد نشده است، به اصطلاح قفل هست، باید قسمت وستینگ داشته باشه و اعلام کنه به کامیونیتی خودش که کی قرار هست که این توکن ها را آزاد کنه.
اینجا درصدی که آزاد هست رو شما میتونید ببینید، درصد لاکش رو میتونید ببینید. کل این اطلاعات اینجا هست و میایم این بخش قسمت آنلاک ایونتس، یعنی رخدادهایی که توکن آزاد میکنن. 12 روز دیگه به اصطلاح حدود 2% ساپلای، یعنی 2 میلیون توکن از این توکن آزاد میشه که چیزی نزدیک 1.68 میلیون به اصطلاح دلار خواهد بود. 43 روز دیگه 2% آزاد میکنن و به همین ولوال پروژه این 20%ی که دست خودش هست رو آزاد سازی میکنه. خب کاربرد کریپتورنگ رو هم فهمیدیم. برمیگردیم به کوین مارکت کپ. گفتم که حتما باید سوشال میدیا داشته باشه، حتما باید وبسایت داشته باشه، باید پیپر داشته باشه. اینا رو دقت کنید. و اینکه یک بخش دیگه ای هم خیلی مهم هست در مورد به اصطلاح هر ارزی، قسمت مارکت هست. شما اینجا میتونید پیدا بکنید که این توکن داخل چه صرافی‌هایی لیست است. میتونید بر اساس صرافی‌های سنترال و دیسنترال به اصطلاح بیاید دسته‌بندی کنید. داخل صرافی‌های به اصطلاح سنترال و متمرکز داخل این صرافی‌ها لیست هست. داخل صرافی‌های غیر متمرکز داخل این صرافی‌ها لیست هست. و اگه بیاید روی قسمت آل، همه رو با هم دیگه همزمان نشون میده. جایی که عرض کردم مهم است قسمت ولوم هست. شما اگه بیاید داخل قسمت ولوم میتونید بفهمید که در اصل چه کسی پشت این توکن هست و چه کسی از این توکن بیشتر داره. یعنی الان صرافی OKX بیشترین میزان توکنی که میجر الان به احتمال زیاد آزاد سازی کرده داخل صرافی OKX هست. چرا؟ چون نزدیک 17 میلیون داره اونجا حجم میخوره. بایکینگ اینا دیتا هاشون اگه این علامت بغل کوین مارکت کپ قرار داده شد، این دیتایی نیست که به اصطلاح کوین مارکت کپ تایید کنه. نشون میده دیتا رو، ولی یه دونه ضرب در بغلش میزنه و به عنوان دیتایی که خودش تایید نکرده علامت گذاری میکنه. توی بیت هم 14 میلیون و همینجور داخل البانک 12 میلیون دلار، داخل کوین دبلیو 12 میلیون دلار و به ترتیب داخل سایر صرافی ها هم به این مقدار به اصطلاح حجم خورده. قسمت دیپ مثبت 2% و منفی 2% به چه معناست؟ این قسمت به این معناست که شما اگه داخل صرافی OKX در همین لحظه که من الان دارم با شما حرف میزنم اندازه 126,000 دلار اوردر خرید بذارید روی میجر، شما 2% این توکن رو پامپ میکنید و اگر 179,000 دلار ارز به اصطلاح داشته باشید داخل OKX و در همین لحظه بخواید بفروشید، این ارز 2% به اصطلاح منفی میخوره و قیمتش کاهش پیدا میکنه. بخش ولوم، درصد ولومش هم اگه به ترتیب درصد ولوم بذارید به شما میگه که بیشترین ولوم رو داخل چه صرافی هایی میخوره. 22% داخل OKX داره حجم میخوره که به نسبت بقیه خیلی بیشتر هست. این به اصطلاح کل داستان کوین مارکت کپ هست و یک قسمت دیگه هم داره، قسمت کامیونیتی که اینجا کاربرها میان و نظرات خودشون رو داخل این قسمت می نویسن در مورد میجر. شما برای اینکه بتونید کامل به اصطلاح در مورد همین توکن اخبار رو بگیرید فقط کافیه روی این علامت دلار میجر کلیک کنید تا همه اخباری که مربوط به این هست برای شما ظاهر بشه. حالا من کلیک کردم و منتظر هستم که به اصطلاح نظر کاربران کوین مارکت کپ و اخباری که منتشر شده در مورد میجر برای من باز بشه. وارد بخش به اصطلاح کامیونیتی میشم و من میتونم آخرین نظرات و آخرین مقاله ها و آخرین تحلیل ها رو در مورد این کوین اینجا ببینم. حالا چون من اینترنتم یک مقدار ضعیف است در حال حاضر چیزی نیاورده، وگرنه اگه شما ثبت کنی
قطعا این رو نشان میده. این کل کوین مارکت کپ هست. کل کاری که ما با کوین مارکت کپ داریم همین است که اولا بفهمیم که چقدر از توکن هاش، اول اینکه بفهمیم تیک مارکت کپ داره یا نه. اگه تیک مارکت کپ داره چقدر توکن آزاد کرده و چقدر قرار آزاد کنه. اما کوین مارکت کپ به ما نمیگه به اصطلاح برنامه آزادسازی به چه صورت هست. ما از کریپتو رنگ کمک میگیریم برای این کار. میریم داخل بخش ویستینگ و نگاه میکنیم که ببینیم برنامه پروژه برای آزادسازی توکن هاش به چه صورت هست. این کل قضیه ای هست که در مورد هر ارزی شما میتونید به کار ببرید. الان به عنوان مثال 100 میلیارد ریپل در حال حاضر مکس ساپلای داره که نزدیک همون هم تولید شده، اما حدود 57 میلیارد از این توکن به اصطلاح آزادسازی شده و در حال حاضر در گردش است. اگر من بخوام در مورد ریپل برم کار مشابهی که با میجر انجام دادن رو انجام بدم و ببینم کی مثلا یه آزادسازی بزرگ به اصطلاح دارن یا با چه برنامه‌ای میخوان آزادسازی کنم، باید برم و داخل اینجا XRP رو سرچ کنم و بیام روی XRP و ببینم آیا پروژه هیچ برنامه‌ای اذعان کرده یا خیر. پروژه هیچ وستینگی اعلام نکرده. میتونه هر لحظه که دلش خواست توکن آزاد کنه، اما پروژه های معتبر معمولا همچین کاری نمیکنن و اگه قرار بر آزادسازی توکنی باشه حتما میان و به سایت هایی مثل کریپتو رنگ و سایر سایت هایی که وستینگ رو اعلام میکنن و از قبل کامیونیتی رو برای این آزادسازی توکن آماده میکنن. الان در حال حاضر هیچ آزادسازی روی ریپل گزارش نشده، پس من میتونم با خیال راحت مثلا بیام ریپلم رو خرید و فروش کنم. در کل همین به اصطلاح اطلاعاتی که من الان گفتم رو شما از کوین مارکت کپ بگیرید کافیه. همین که بدونید تیک کوین مارکت کپ داره، ساپلایش چجوری است، چقدرش در گردشه و مکس ساپلایش چقدر هست و اینکه داخل چه صرافی هایی لیست است، چون این دیتا رو معمولا باید از کوین مارکت کپ بگیرید. سایر صرافی ها به اندازه کوین مارکت کپ دقیق نیستن که بدونن داخل صرافی ها به چه منوالی لیست شده و در حال حاضر چه قیمتی داره و برای به اصطلاح بالا پایین کردن هر ارز داخل هر صرافی چه مقدار پول نیاز است. الان به عنوان مثال برای 2% ریپ به 9,400,000 دلار اوردر در حال حاضر نیاز هست که ریپل 2% مثبت داخل بایننس بگیره. ممنونم که وقت گذاشتید، حمایت کردید و ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. ممنون میشم در آخر حتما لایک کنید و کامنت بذارید، چون همین لایک و کامنت های شما باعث میشه که من به ادامه ساختن این ویدیوها فکر کنم و اطلاعاتی که من خودم به اصطلاح دارم رو با شما به اشتراک بذارم. ممنون و سپاسگزار.